ما اغنا عنهم دفع نمیتونه از یا ما آن چیزی کانو که بود یمتعون که فایده گرفتن یا یمتعون برشان داده شده بود برای منفعت، چیزی را که گرفته بود عذاب الله را دفع نمیتونه. و ما هلکنا من قریه هلاک نکردیم قریه را الا لها منذرون مگر برای قریه حتما به کمالش فقط بیم دهندگان بودن. ذکر و ما کنا ظالمین برای بیدار کردن یا نصیحت کامل و نبودیم ما ظالما نعوذ بالله که سر کسی تجاوز کرده باشیم یعنی گناه را سرش اضافه نوشته کنیم یا ثواب کم کنیم، اینطور نیستیم. و ما تنزلت به شیاطین دفع اعتراضات و شبهات میکنه. پیغمبر علیه السلام همه گفتن شاعر است، الله متعال میگه شاعر و پیغمبر. الله اکبر، چقدر گپی خیلی نعوذ بالله بیباکانه و بیادبانه میزنه. رسول الله و شاعر شدن، شاعر بی پیغمبر بی. و ما تنزلت به شیاطین نازل نمیشن نمیه بالای پیغمبر علیه السلام شیطانا مثل کاهنا و ساحرا واره. پیغمبر کاهن میگفتن، عجیب است. کاهن خود کسی است که شیطانا سرش بیا یک سخن راست برش میگه 100 دیگر را دروغ جور میکنه با مردم بیان میکنه. و ما ینبغی لهم و ما یستطیعون نیست مناسب برایشان و ما یستطیعون توانایی هم نداره نیست مناسب برایشان که تر سخنان در مورد پیغمبر بگویه و توانایی هم نداره که مقابله پیغمبر بکنه. انهم عن السمع یعنی شیطانا نازل نشده بالای پیغمبر علیه السلام مناسب هم نیست که شیطانا سری پیغمبر بیا. چرا؟ شیطان ارواح خبیثه مردم و اجساد خبیثه است، پیغمبر پاک است، خبیث سری پاک نمیه. یکی شیطانا برای از این که مردم گمراه کنه اغوا کنه خط یک راست صد دروغ یک جای کنه. پیغمبر کسی است که وحی سرش میه و به خاطر گمراهی مردم نه بلکه برای هدایت مردم است. از او خاطر شیطانا سری پیغمبر نمیه. و ما یستطیعون توانمندی نداره شیطانا که سری پیغمبر بیا نعوذ بالله و گپای پیغمبر شیطان آلوده باشه. انهم عن السمع لمعزولون یقینا دو معنا داره. یقینا همی شیطانا عن السمع از شنیدن لمعزولون رانده میشوند. وقتی که میرن در طرف آسمان خدا بالا میشه میبینی که توسط شهاب ثاقب یعنی ستاره یا چی میشه رانده میشوند. یک معنا. دو معنا انهم عن السمع لمعزولون یقینا مردم از شنیدن لمعزولون کناره میشه. انهم عن السمع امی کسایی که شیطان پرستا هستند از شنیدن قرآن کریم یک طرف میشه به خاطر که قرآن نشنوه. فلا تدعو مع الله اله آخر تو طلب نکو امروی الله معبودی دیگری را فتکون من المعذبین تو میگردی از جمله عذاب شدگیا. در تو را میگم دیوال تو بشنو. پیغمبر علیه السلام امروی الله کس گاهی هم معبودی دیگر را طلب نکرده گاهی هم، لیکن در تو را میگم دیوال تو بشنو. تو را تهدید میکنه که اگر پیغمبر هم دعوتی غیر الله را بکنه حتما عذاب الله دنبالش میگیره. پیغمبر هم است امی قدر و منزلت و مرتبه پیش الله متعال داره. خو لیکن در صورتی که امرای الله کسی دیگر را دعا بکنه طلب بکنه خلاص پس توی مسلمان چقدر منزلت داری از پیغمبر که بالاستی. در اینجا برنامه پیغمبر الله تشریح میکنه. برنامه پیغمبر چیست؟ برنامه کاهنات چیست؟ شیطان سری کی میاد؟ سری خبیث میاد که برنامه خبیث داره. رسول الله طیب است برنامه طیب داره، سنجیده موزون. چند دستور الله برش میده؟ 5 دستور. 5 دستور بر میده. اول دستور استحکام عقیده است که در قلب عقیده جا به جا شود. فلا تدعو مع الله آواز ندی امرای الله معبود دیگر، یعنی برای حل مشکلاتت به کسی آواز ندی، به خاطری که آواز دادن برای کسی مفهوم یزیر میده که او را غیبدان میدانی، واقدار و اختیاردار میدانی و این اختیارداری و واقداری و غیبدانی کلش مخصوصی کیست؟ فتکون من المعذبین، پس تو میگردی اگر غیر الله را آواز دادی مشکلات خود از جمله عذاب شدگیان، یعنی این طور عمل انجام ندی که تو مشابه با مشرکین هم شوی. این طور کار باید نست. دوم ادب. وانذر عشیرتک الاقربین، بیم بده به کمال شفقت و دلسوزی قبیله خود الاقربین که خیلی برات نزدیک است، یعنی از شرک و مخالفت دستورات الهی و رب بیم بده، بترسانشانه.
که شرک نکنه، مخالفت دستورات و تعلیمات الله تعالی نکنه. به خاطر که شخصیت تو از همه اولتر کی میشناسه؟ اقاربت میشناسه. راستگویی و دروغگویی و همگی مقاربت خوب معلومات داره. یک وجهی. دوم وجه، کسی که نزدیکی و قرابت داره، این نکته چی هسته؟ ذریعه شنیدن برای سخنان میشه. او قدر که مردمی که قطعی تو رابطه و نیک است، چی است، قرابت دارم، گپی تا میشنوه، بیگانه او قدر نمیشنوه. این دو نکته که میگه وانذر عشیرتک الاقربین. سوم، امی خودگیاید از کینه‌توزی و حسادت دور است. قطعی تو دشمنی نداره، از او خاطر گپا در مورد از یا خوب فایدمند تمام میشه. اول یارا بیم بده. چهارم نکته، اگر خودگیای تا بیم ندی، دیگرها را بیم میدی. مردم طعنه میده برد که تو اگر برنامهت حق می بود، اول تابعدارت اقربایت می بود. از امو خاطر تو باید اول اقربا و نزدیکای قوم و قبیله تا چی بکنی؟ باید بیم بدی که وا جور شوه. اگر وا جور شد، حال دیگه طعن مردم از تو کنده میشه. چرا که برنامه تو معلوم شد که برنامه قوی بوده، واقعیت داشته. از او خاطر تو از اقربین شروع بکن. دیگه ادب داعی فقط خود از شرک و از این گپا قطعا دور کنه تا به خودم دعوت بده. دوم، از اقربا شروع کن. شروع دعوت ازمیسته. پس چیزی که دعوت داده میشه، اول مرحله توحید الله. شروع دعوت از کی میشه؟ از اقارب. چی رقم دعوت بده، این علی روش دعوت بر ما نشان میده. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین، بگستران جناحك، بال خدا برای کسایی که تابعداری تو را کرده از جمله مؤمنا. جناح بالا بگه، اینجا مراد از پیشش بازوسته، مانایش استه. واخفض اونجا گستراندنی بال بود، مثل که همین ماکیان چوچه های خدا در زیر بال میگیره، بالا سرش میگسترانه. چرا؟ کمال شفقت در مورد چوچه های خود داره که چیزی آسیب برش نرسه، در زیر بال خود نگاه میکنه. مرحله سوم دعوت است. اول مرحله بیان توحید الله، چیزی را که به مردم بیان میکنی اول باید توحید باشه. دوم مرحله است که شروع کنی از اقارب دعوت شروع کو. سوم مرحله را براتون بیان میکنه طرز و شیوه دعوت چی رقم باشه، مثل که چوچه مرغ چوچه های خود در زیر بال خود میگیره، به کمال شفقت و مهربانی بالای چوچه های خود بال خود میگسترانه. ای دعوتگر واخفض جناحک، تو بازوی خود پایین کو، یعنی از روی تکبر و غرور گپ نزنی، بسیار به تلطف و تواضع و شفقت و مهر و محبت. مثل که پرنده ها چیسه چوچه های خود زیر بال میکنه، تو هم مخاطبین خود جلب کو به سوی خود. اینمی قسم از نرمی و از انسانیت و ادب. برای کی؟ لمن اتبعک من المؤمنین، برای کسی که تابعداری تو را میکنه از مؤمنا. یعنی کمال شفقت و دلسوزی برای از وا داشت. کدام مشکل که برای از وا پیدا میشه، تو باید غمیشه بخوری. فاین عصوک، یاد چهارم از شوده میتونه بس اوقات یک کسی مخالفت بکنه، تو چی کو؟ فاین عصوک چهارم مرحله است، اگر نافرمانی بکنه. اگر کسی تابعداری میکنه، خود دستوریشی شد که واره ایطور نگاه کو که مثل چوچه ها را ماکیان زیر بال خود نگاه میکنه. پیروای طبعات اینمی رقم نگاه بکنی. اگر کسی مخالفت کرد است، تو فقل بگو اینی بریء مما تعملون، ما بیزار هستم از آن چیزی که شما انجام میده. دعوتی تو را نمیپذیره، راه دیگر انتخاب میکنه که راه شرک است، نعوذ بالله. بالکل براءتی تا اعلان کن. و توکل علی العزیز الرحیم، براءت که از یا اعلان کنیم. ما خودت تمام کمی کمک و گپا از یا میگرفتیم، چطور میشه که براءت اعلان کنیم؟ الله میگه و توکل علی العزیز الرحیم، نترسی در تقدیم برنامه‌ات که شاید متناشم مردم در مقابل ما بخیزه. نه، اعتماد بکو بالای او ذاتی که العزیز است، که از داستانهای سابقه معلوم شد که هر اراده را الله کرده از هلاکت قوم مکمل و هلاک شد و کلش هلاک شد. عزیز بود. الرحیم، رحم کننده بود که انبیاء علیهم السلام با تابعدارایشان الله متعال به انواع گوناگون واره نجات داده، که نجات ذریعه نجات از وا مختلف است. انسانی که یک کمی فکر داشته باشه بالکل درک میکنه حقیقت امر، که کدام گروه ده حق است کدام ناحق است، همه گپا نورمال میشه.
الذی یراک حین تقوم، اعتماد بالای او ذاتی بکو که عزیز است، یعنی ذاتی که صفت داره میتونه انتقام از دشمن بگیره، رحیم و رحم کننده است که نجات بده پیغمبران علیهم السلام. پس ذاتی که ظلم فرعونیان، تکبر نمرودیا، خودخواهی قوم نوح علیه السلام، دنیا پرستی قوم عاد و هوس رانی کی هوس بازی قوم لوط علیه السلام، کلی از یار الله متعال در هم شکست از بین برد. سری نبود ذات تو باید اعتماد داشتم، این اثر صفت عزت بود. و او ذاتی که نوح علیه السلام نجات داد، لوط علیه السلام، هود علیه السلام، شعیب علیه السلام، صالح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، کلش نجات داد که اثر صفت رحیمیت الله بود. سر از اعتماد بکن. الذی و ذاتی که یراک تو را میبینه حین تقوم، در آن وقتی که استاد میشی میخیزی برای نماز تهجد، و تقلبک فی الساجدین، و میبینه تو را حرکات تو را فی الساجدین، در بین سجده کنان. انه هو السمیع العلیم، یقینا الله متعال شنونده است فریاد گپا را کلش میشنوه، علیم و میداند نیت و اراده را کلش. تو را میبینه حین تقوم، حالات عبادت پیغمبر علیه السلام خصوصا در شب خیزی الله متعال میگه که تو را میبینه، یعنی تو از نظر الله متعال غایب نیستی حتما. پس اگر کسی در مقابل تو قیام میکنه یا گپی تا توهین میکنه، حتما الله متعال انتظام عزت تا میکنه، هیچ در چی نیست. حالت نماز چون که خیلی نزدیک به الله متعال است، از خاطر نماز حالت نماز یاد کرد. تقلب کرا بعضی صوفیا میگه پدر و مادر پیغمبر اسلام میگه مسلمان بود. چرا از این آیت دلیل میگیره؟ یعنی نطفه تو پشت در پشتی نمیطور در بین ساجدین آمده، کسایی که سجده میکردن یعنی مسلمان بوده. از او خاطر نیاکان پدر چیست کلی سلسله نیاکان پیغمبر علیه السلام مسلمان است، خصوصا پدر و مادر میگه مسلمان است. حالا که الله متعال میگه نه این گپ نیست، آیت پورا کم ترجمه کردن، مراد از اون نطفه را میگیره در ساجدین، مراد از مسلمان ها را میگیره که نطفه تو نسل به نسل در پشت مردم های پاک و نیک بوده. این گپ غلط است. چرا؟ پیغمبر از پدرش کافر باشه، ابراهیم علیه السلام پدرش کافر، خودش چیست؟ مسلمان. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، بله شبهه شما غلط و بیجاست. شما پیغمبر علیه السلام میگه که کاهن است، شیطان ها پیشش میاد، شاعر است، چرا سخنان شعر واری است. الله متعال میگه دروغ میگه. هل انبئکم، آیا خبر بدم شما را علی من، بالای کسی که تنزل الشیاطین شیطان ها سرش میآید، تنزل علی کل افاک نسیم، میآید شیطان ها بالای هر کسی که افاک است، بسیار دروغ را جور میکنه، اثیم که خیلی گناهگار است. القاءات شیطانی خود کلش فساد و ویرانگری است، چیزی دیگری نداره. پس برنامه شیطان ها را بی برنامه رسول الله را بی. برنامه رسول الله قرآن کریم است که یک دم برنامه درسته به مردم پیش میکنه. حقیقت امره، کسی که سر شیاطین میاد او را الله متعال میگه برتان نشان بدم که افاک اسیم است، یک دم گناهگار، یک دم دروغگوی، برخلاف رسول الله صلی الله علیه وسلم که او مکمل آنقدر صادق و راست است. ایره شما خودم اعتراف میکنه، هیچ وقت دروغ را به کسی جور نکرد. 40 سال در بین شما زندگی میکرد، هیچ نوع نگفت که من اینطور است من اینطور است. اسیم این گناهگار است که حق بندگان الله را تلف میکنه. سر نازو شیطان ها میآید او رسول الله صلی الله علیه وسلم حق کسی را تلف نمیکنه، بلکه خیرش به مردم میرسه. یلقون السمع و اکثرهم کاذبون، یلقون بمانا سخن شنیده را یلقون السمع مندازه سخن شنیده را، و اکثرهم کاذبون، اکثریت از یا دروغ میگه. یک سخن شنیده راست برش رسیده، 100 دروغ قطعش یک جای کرده. یک ترجمه. دوم ترجمه یلقون گوش میمانه، السمع خوب گوش میمانه برای شیاطین، برای نعوذ بالله یا گویای ازوا. و اکثرهم کاذبون، اکثریت از یا دروغگوی است. خب پیغمبری طور نیست، صادق و امین است. و الشعراء یتبعهم الغاوین، پس پیغمبر کاهن نشد. آل پیغمبر شاعر است؟ نه، پیغمبر شاعر هم نیست. چرا؟ و الشعراء یتبعهم الغاوون، شعرا تابعداری شب میکنه کسایی که غاوون است. ایرا میگه استدلال به واسطه کی؟ پیروان پیغمبر. از پیروان پیغمبر دلیل گرفته میشه که پیغمبر کدام شخصیت است.
و از یک طرف استدلال بالای شخصیت پیغمبر میشه، از طرف دیگه کمال منزلتی که صحابه کرام هم واضح میشه. چرا که الله متعال عمل کرده خوب صحابه کرام دلیل بالای چی میگیره؟ بگوی رد کردن شاعر بودن رسول الله صلی الله علیه وسلم که قطعا شاعر نیست. چرا؟ به خاطری که شاعرها یتبعهم از پیشان می باشه الغاوون مردم های گمراه و بیرا مردم های گمراه دنبالش می باشه، برخلاف پیغمبر علیه السلام که تابعدارش مثل صحابه کرام رضی الله عنهم است که و هم ساجدین است، هم زاهدین است، هم چیست؟ بالکل متواضع است. الم تر انهم فی کل وادی یهیمون. چطور پیغمبر علیه السلام شاعر بگوید؟ چرا؟ به خاطری که شاعرها الم تر انهم فی کل وادی، تو نمیبینی که همین شاعرها فی کل وادی در هر ناحیه، در هر وادی، در هر بیابان یهیمون سرگردان هستند. سرگردان. الله متعال تشبیه همین شاعرها را میده به امرای شترا که سرگردان باشد دنبال آب و علف هر طرف دان میپرته و میدوه. الله متعال میگه شاعرای نمی رقم است، پشت گرفتن مال و متا فقط دیوان است. گاهی در پیش یک حاکم ده، پیش دیگه قماندان، پیش دیگه آمر رئیس، به هر کدام چاپلوسی کرده شعرها گفته رئیس تا و مردکه را در حالی که یک فرد عادی است میگیره پاچا جور میکنه قطع شعری خود. این دروغگویشان است و خود سرگردان مال و متاع دنیا است که از کسی یک چیزی بگیره بازور چی جور کنه؟ قهرمان جور کنه، جنایت شکلش پٹ کنه. واقعا پشت ازی دیوان است، برخلاف رسول الله صلی الله علیه وسلم. چرا که پیغمبر علیه السلام هیچگاه پشت مال متاع دنیا قطعا چی نکرده؟ تپ و تلاش نکرده و نه دنبالش گشته. و انهم یقولون ما لا یفعلون. بسیار کاری بدی است که میگوین آن چیزی را که نمیکنن. یکی از صفاتی از جایی است. او برنامه پیغمبر علیه السلام، محنت پیغمبر علیه السلام با مکمل که سخن میگه اول عمل کنندش خودش است. اول عمل کننده کیست؟ خودش است. تو نمیکنه که فقط در زبان چیزی را بگوید حقیقت نداشته باشه. شاعر خو شاعر همیشه قطعی خط و خال بگوید، لبا و مثلا زلفا قطعی زیاد سر و کاریش است، قطعی عشق بازی سر و کاریش است. رسول الله صلی الله علیه وسلم بگوید تبلیغ و دعوت توحید الله متعال، تابعداری و صداقت چیست؟ تابعداری رسالت و صداقت قرآن کریم، حالات قیامت و راهای قیامت کلی زیر بیان میکنه. هر دو با هم فرق داره. خلاصه سخن این شد که الله متعال برای ازی که پیغمبر شاعر نیست استدلالای متنوع شد. از خودش ذات پیغمبر شاعر نیست، ذات پیغمبر شاعر پشت دنبال چیزا میگرد، بعد از همراهانش از پیروانش دلیل میگیره که کدام مردم است. از این خاطر پیروان رسول الله صلی الله علیه و افضل ترین چیست؟ مردم است در بین چیست؟ امت رسول الله صلی الله علیه و سلم. از اینجا معلوم میشه که وقتی صحابه با این قسم صداقت داره و تایید میشه، کسایی که دشمنی با صحابه داره و چی هستن؟ بگوی در حقیقت بدگویی میکنه، تکذیب آیت کی را میکنه؟ قرآن کریم میکنه. و انهم یقولون ما لا یفعلون. یا سخنانی متضاد که یک دفعه یک چیز میباشه، یک دفعه دیگه چیز میباشه. یک نفر یک دفعه داسمان میکشه، خود دیگه دفعه که چیزی برش نداد چی میکنه؟ بدگوییش میکنه، این در زمین میزنه. یک دفعه صاف و پاک میکشه، دیگه دفعه اتر جنایتکار و گناهگار کنه که پرسان نکنه. صحیح است یا نه؟ بله. این شاعرای کارا را یاد داره و رسول الله صلی الله علیه و سلم از این چیزا چیز مبراست. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. بله در شعرا مردمی خوب هست، بجز از کسانی که ایمان آورده عمل صالح انجام داده و ذکر الله کثیرا، ذکر الله را زیاد کرده و انتصروا، انتقام گرفته در مقابل دشمن کفار، حج و بدی کفار بیان کرده. از او خاطر چیست؟ یا انتقام گرفته من بعد ما ظلم، پس از اینکه مظلوم واقع شده. کفار در مقابل مسلمانان و اسلام خیلی بدگویی و حج کرده، یا اینمی شاعرام خیسته در مقابل از چی کرده؟ بدگوییشان کرده.
و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. زود است که بدان ظالما، هر کسی که از حد تجاوز میکنه، مثل پیغمبر واری شخصیت نعوذ بالله مورد انتقاد اعتراض قرار میده، از یا کده ظالم دیگه کس نیست. چرا صداقت پیغمبر علیه السلام و تصدیق نبوتش خو مکمل نمایان است توسط معجزه قرآن کریم. دیگه چی میگه؟ زود است که بدانه و کسانی که ظلم کرده که حلال انبر شرک است. ای منقلب ینقلبون، که در کدام بازگشت ینقلبونه یا باز میگردن، یعنی سرنوشتشان در کجا برمیخوره. بعد از او باز معلوم بشه که یا در مقابل شخصیت رسول الله واره انتقاد و اعتراض کرده، الله متعالی را چه رقم سبک میکنه.